ایرانیان در سوگ رهبرشان اشک می‌ریزند و آمریکایان جشن 250مین سالروز استقلال کشورشان را برپا کردند. مشاور خامنه‌ای به نابودی اسرائیل اطمینان دارد و وزارت اطلاعات ایران میگوید انتقام خون رهبر پیشین ما را میگیریم. عمان و ماینروبی تنگی هرمز با همکاری فرانسه و بریتانیا موافقت کرده و روسیه این آبراه را کمتر از سلاح هسته‌ای برای ایران نمی‌داند. ترامپ و نتانیاهو قرار است در آمریکا بار دیگر دیدار کنند. سلام، به تحلیل یک با من اسماعیل سادات خوش آمدید. مهمان من عزیزالدین مارج، دیپلمات پیشین و آگاه روابط بین الملل است. آقای مارج، شما را خوش آمدید میگیم به تحلیل یک. ایران چگونه انتقام خون خامنه‌ای را خواهد گرفت؟ تشکر جناب سادات محترم. نخست برای شما کارهای تکنیکی و شنوندگان بینندگان محترم تلویزیون تقدیم میکنم. ببینید، یکی از لحاظ احساساتی عاطفی طبعا در سوگواری و در غم در حادثه احساسات مردم معمولا یک صدا را بلند میکنه، نه تنها ای که اشک ریختن است و غمگینی و یک تاثیرات خفگان کننده دارد. مردم معمولا همین صدا را دارند. اگر اولاد کسی زخمی شود و کشته شود، حداقل حتی به تصادف موتر هم اگر صدمه بینه، امیر میگه والله بالله که در وضع زنده باد. یا کسی اگر کشته باشه، ولو اگر رئیس جمهور و دولت کلان هم باشه، اگر آدم فقیر هم باشه، سر خود شور میته که من ماندنی نیستم، روز انتقام میرسم، یک وقت ما انتقام میگیرم. این مسائل احساساتی است، وقتشان هم است، چون رهبرشان است، رهبر مجتهد مذهبیشان است و خاطره خوب دارم مردم ملت از پیشان، مردم ملت ایران از پیش خامنه‌ای. بنان در این روز غم و غمگساری که در اوجه همگی جمع میشن، میاین یک معمولا یک سر و صدای زیاد بلند میشن و یک احساس یا همگی احساساتی و هیجانی میشن و هم طرف آیات کلام الله مجید قرائت میشن. این تاثیرات سر روحی مردم دارن. دولت مردم به خاطر از این کمی مردم خود، ملت خود یا کم فرو بشانه یا کم تسلیت بده، از این باید بیشتری گفاره بذارن حقشانه. یعنی شما چی فکر میکنین؟ بله. میشن میخیزن راسن خرابی و ویرانی خود میزنن، خود میکشن. این چیزا هست. آقای مارج، شما چی فکر میکنین؟ ایران تواناییش داره که انتقام خون خامنه‌ای را بگیره؟ در مضمون نه دیگه، کسی که رفت دیگه باید اگه این توانی رو میداشت اول باید کش میکرد. خبر بود، اطلاع داره، یک دولت نیست، دولت استاندارد است، تمام مسائل میفهمید. حتی اینا میفهمیدن که میایم تارگت میکنه، چی گمان میکنم که تو غافل و خواب برده بوده باشه که از اطلاعات خبر نبوده، از موساد و اینان. یک وقت که ما دولت قوی داشتیم، خاد ما مثلا میان از کشور همسه اجند از خود پارلمان و دولت از خبر می آمد، یا بخش اپراتیفی از جمهوری اطلاعات ملی ایران فعال است و میان میفهمد که چی وقت از موساد و از اسرائیل برای معامله میشه، میفهمد داخل افغانستان علیه ما چی میگذره، میفهمد مثلا میان با افغانستان چه رابطه خوب داره، چون میفهمد که اینجا نیت بد نیست. اگه حمایت نیست، چون افغانستان همیشه سیاست بی‌طرفی داره، اما اطمینان داده شده که از خاک مالی شما استفاده نمیشه یا بیگانه ریجه نمیگذارن، بی‌امنیتی نمیکنن تا مخالفینش رو نمیمارن. بنان از پاکستان خبر دارم، اعلان خود کرد وقتی که گدودی بی‌نظمی که در بلوچستان صورت گرفت، یا دیدن که اوج صلاحات در نزدیک سیستان جابجا میشد، مجلس نخبگان اعلان کرد که پاکستان اگر از پاکستان علیه ما از منطقه بلوچ نامم گرفتن که فراموش میشد، از اینجا که سالات جابجا شد حمله شد، ما سر پاکستان نمیکنن. ما از ایران خبر دارد به عراق علیه ما چی میشه، آذربایجان، گرجستان، ترکیه. چطور نمیفهمیدن که مثلا امریکای تو یک برنامه داره که می رهبرای ما را میکشه. خب بنان وسع و توان تکنولوژی قوی ایران مقابل قوت‌ترین تکنولوژی امریکا که تانست نبوده. بنان انتقام گرفتن، حالی که درگیر جنگ هم است، جنگ بالای خود خاک ایران است. مثلا معامله، صحبت، مذاکره سر ذلیت زمین ایران که تنگی هرمز است صورت میگیره و همچنان فایر و مثلا فایرای صورت میگیره و حمله‌ای که میشه از ایران به کشورهای خلیج و عربی تاوان خود ایران میشه، راکت‌های زیاد مصرف میشه.
و از طرف دیگه ماسره تنگی هرمز ولو اگر ایران بود که ما مسدود میکنه مسدود کنی یا نکنی ماسره صورت گرفته بیرون نمیتونه کشتی ضرورت نداره که به عبور مرور کنه. این هم چیزایی است که امکان از این است که امریکا قوت بیشتر داره، حمایت کننده بیشتر داره. روس و چین که حمایت کننده ایران است به خاطر مقاصد خود است. بسیار تشکر. اما کل نمیخواد روس و چین هم یک حریف قوی انرژی ایران در مقابلش باشه که با اقتصادش تاوان میکنه. بنان صرف الله نظامی ایران میفهمه که جبهه ایران اگر سقوط کنه جبهه بعدی آسیا مرکزی است. این یک شعاری که دادن و میتن و احساساتی و حماسی این با معنی از این است یا جنگ قوی علیه امریکا و اسرائیل در قوتی که جنگ از فبروری به طرف شروع شده یک راکت واشنگتن ثابت نخیر. سپاس. آقای مارج به مسئله تنگی هرمز بعداً اشاره می داشته باشیم. اسرائیل گفته مشاور خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته که اسرائیل حتما نابود میشه. چی فکر میکنین؟ امکان داره که اسرائیل نابود شوه و اگر بله تا چند سال دیگه نابودی اسرائیل خواهد بود؟ در سیاست اصطلاحات بسیار مروج است. خصوصا از 1600 سال بگذرد که مکتب نیکولای ماکیاولی به وجود آمد. هم یک مسئله می بوده که حریفت اگر کدام کار را میخواه پلان داره عملی بسازه برعکس از او باید تبلیغات صورت بگیره و برعکس از او باید اقدامات صورت بگیره که جلو از گرفته شود. ایران از این مطلق خبر شده، خبر داره و خبر بوده که پلان کلان و وسعت و گسترش اسرائیل است. نقشه‌اش تا با ایجا بلندن با پیشما رسیده که کدام نقشه ساخته شده که عملی میشه و این برنامه را گفتن تا سال 2030 یا 2028 تا 30 عملی خواهد شد که اسرائیل کلان میشه. زیادترین خاک و یار میگیرد تا تازه عراق پیش میان. بنان در اون صورت حالیا بخاطر که از بین میره و دور میشه این مسائل را مطابق این سیاست های ماکیالیسم اعلام چون حریف ایران است. فعلا خب در اینجا کشورهای چون ترکیه هم است آقای مارج، کشورهای چون ترکیه است شخص اردوغان به شدت مخالف اسرائیل و همچنین موضوعگیری های تند اخیراً هم داشته و گفته شده که اسرائیل بعد از مسئله ایران بالای ترکیه میتاسه. به نظر شما اجازه خواهد داد ترکیه که اسرائیل بزرگ بسازه؟ با همین مشکل برای ترکیه هم پیش شده. به خاطر ما قبل از که تا زمینه ترکیه و تا عراق و تا اینجا به خاطر حراس از زمین است که اگر باز مسئله است که میگن که یک مذهب بوده به نام ابراهیمی که اولادی از او باز مذهبای دیگر یا پیغمبراشتن یا میگن ما شما خواهد به نبوت و پیغمبرات و همه چیز داریم امان تو بلاره میفهمیم با کلشان عقیده داره. مرمیا میگن که مذهب باید ابراهیمی باشه و ابراهیم خیلی از منطقه اور عراق حرکت کرده جایی که رفته و همه جا را آبادی کرده به شمول بیت المقدس که عبدالمالک و پسای چی کردن خود بنیاد شوا گذاشتن و همچنان کعبه مکرمه و همچنان تا سینا و اینجا رفتن یا کلش جزء اسرائیل میشه. اسرائیل نام دوم یعقوب علیه السلام است که نواسه ابراهیم خیلی است پسر از عیسی علیه السلام. به او خاطر یه برنامه را دارن. در اون صورت با ترکیه و بعضی کشورها عربی یا صدمه میبینن و میفهمن که ما باز در آخر پلان برنامه‌ای که ساخته میشه از طرف غرب و متحدینشان چون پول دارایی بانک همه چیز به دست از کمپانی کلان و یهودا و خانواده کلان یهودا حمایت میکنه طبعا صورت میگیره. پیش از پیش یا مقدماتی یه حرفا را میگن و ایران میفهمه که امروز اگر اسرائیل دوست است فردا دشمن است. چون در جنگ ایران و عراق ما دیدیم که وقتی که غرب کوشش میکرد که ایران و عراق جنگ پرتن که دو ضعیف شوند بعد باز ما بیایم حمله کنیم و چنین شد. صدام حسین بسیار بسهولت دور کرد و توسط ایران را ضعیف ساخت. امروز ایران میفهمه که ما چی کار کردم. بنابراین دو وقت اسرائیل ایران را حمایت میکرد میزایل راکت طیاره و بسیار چیزا بهش میداد. اولین کشور در جهان ایران بود که اسرائیل به رسمیت شناخت و بعد سلاح و مهمات که برای اسرائیل برای ایران داد. پلیس ایران اسرائیلیات ترنینگ کرد. حتی خود استخبارات بخش تاتشان ترنینگ اسرائیلیات دادن. امروز دشمن شده فردا پس دوست میشن. سیاست از بنابر منافعشان پیش میره. اما این یک مسئله است که چون مسئله خاک است مسئله آینده است یک مذهب میایه و
اسرائیل کلان میشه و در منطقه تمام انرژی که فعلا وجود داره با شمول تنگی هرمز و انرژی ایران هم مگیره تصرف میکنه و اسرائیل کنترل از این میگیره و پسر از امریکا و دیگه خانواده یا باشن با او خاطر یا از پلانای وسیع تا سال 2035 خبر دارن مقدماتی عمل میکنن و به خاطر پیشروی و به خاطر امتیازگیری به خاطر بقای خود هم شعار میتن هم عمل هم میکنن. آقای مارج به مسئله تنگی هرمز میخوایم اشاره داشته باشیم. مقام روسی گفته که تنگی هرمز یعنی کمتر از سلاح هسته‌ای برای ایران نبوده. به نظر شما چقدر کارا بوده برای ایران و همچنان چرا ایران به مایندوبی تنگی هرمز توسط اروپاییان مخالف است؟ یک مسئله را ما براتون به صراحت بگویم، الیاز حقیقت عینی. بله. تنگی هرمز که هم قدر بسته باشه به نفع روسیه است. روسیه از این قدر استفاده میکنه که به نهایت زیاد. به خاطر نفتش؟ به خاطر که ساخالین 1 ساخالین 2 با چین و با آسیای جنوبی که پایپلاینشان است بسیار رونق پیدا کرده و قیمت بالا رفته. ناستریم 1 ناستریم 2 سپلایی ویایی که با اروپا ایجاد میشد روزی که تنگی هرمز بسته شده قیمت ها بالا شده بسیار فایده کرده. امریکا هم چنان لوزوانتیا و تگزاس و حتی ونزوئلا را که فعلا تیلش به دست دارم بسیار خوب اروپا و ایجاد توزیع میکنه فایده کرده. یگانه جایی که تاوان میکنه بسیار داد و چین است و نمی خاطر نگرانی فشار چین که بالای روسیه است نمی خاطر صدای خود بلند میکنه. در غیر از او 80% تیل ایران به چین میره. یگانه جنگی که صورت گرفته و زیادترین که است باور کنه که تغییر رژیم و مسئله اتمی ایران اینقدر ارزش به امریکا نداره. اینمی ارزش کلان بوده که چین را مزود بسازه. حریف کلان امریکا و جهان علیه اقتصادی چین است. تقریبا 85% سیاست جنگی امریکا علیه ایران و اسرائیل با تنگی هرمز یا مسئله چین بوده در پشت پرده و این را میخواستن و تقریبا عملی ساختنی که ما تنگی را مسدود کردیم، ما محاصره کردیم، همه پلان سر چین بودن. بنان این را یک چیز ما با شما درک کنیم که روس از این خوش میشه. روس از لحاظ نظامی که امریکای جمعی خوش نیست به خاطر که جبهه ایران از دست نمیده. با اون خاطر است که در سیر نظامی احتیاط صورت میگیره. عملیات اقتصادی بین از روز کمی تنگی مسدود شده و مسئله خرابی ایران در تیل آمده روز کدام اقدام کرده؟ چین بیچاره میده و پایین بالا زو وستن نداره. یا کره جنوبی شمالی چیکار کرده؟ اما قبل از اون اردو سینه بزن برشان. علت ایست که جنگ انرژی است. هر کس منفعت خود میبینه. بنابراین چین که اگر اکمالات از طرف تنگی هرمز بر نمیشه باز فایده هم امریکاست هم روس است. بسیار تشکر. سپاس. از افریقای جنوبی قطار میاد شما بیندمی ساتلایت اینجا از کجا میاد؟ از امریکای جنوبی حرکت هستن طرف چین میاد. طرف استرالیا و اینجا میره. بسیار تشکر. قبلا از تنگی هرمز براتیم کلش منفعت و فایده و این مسائل هستن و روسیه باید یک شعار میته به خاطر خود ملامت نکنه یک به حساب از اینکه برای مسئولیت کنه. ولای تنگی خوب نیست برای با ایران بسیار تاثیر داشت. بسیار تشکر. جوی شیری بود فلانی بود تبان بود که شما وعده کردن در وعده خود وفا نکردین. ایران هم صاحب یکم با پای استاد شده که بدماشی را شروع کرد. بسیار تشکر. میدیدن مطابق گلم خود به پا دراز میکرد. سپاس. عزیزالدین مارج آگاه روابط بین الملل و دیپلمات پیشین از حضورتان در تحلیل یک سپاسگزار هستیم. و به همین ترتیب میرسیم به پایان تحلیل یک امشب ما. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.